با سلام خدمت کاربران محترم پایگاه خبری لیگ پایه. سیال صنعت کسراساران حامی استودیو لیگ پایه، خبرگزاری لیگ پایه هستند. امروز در خدمت مربی قهرمان فصل گذشته لیگ برتر نونهالان، کسی که با اقتدار قهرمانی رو جشن گرفت یک هفته قبل از پایان مسابقات، آقای شاهین آوران هستی. منم سلام عرض دارم خدمت شما و کاربران محترمتون، در خدمت هستم. آقا یک فصل پر فراز و نشیب. ابتدای فصل خوب نبودید، اومدید بعد از بازی با پیکان، فکر کنم بعد دربی خودروسازان موتورتون روشن شد، خیلی سخت امتیاز میدادید، کم امتیاز دادید، فکر کنم بعد از اون یه باخت داشتید اگر اشتباه نکنم، و قهرمانی مقتدرانه یک هفته قبل از پایان مسابقات. از کنم که یکی از سخت‌ترین پایه‌های فوتبال پایه نونهالان، سطح نونهالان که کار کردم واقعا خیلی سخته و خیلی تلاش میخواد، به خاطر اینکه ما بچه‌هایی که میان مخصوصا لیگ برتر بچه‌هایی هستن که آموزشایی که میبینن در سطح پایه است دیگه، به صورت حرفه‌ای نیست. همه مربیایی که میان توی اون سطح کار میکنن باید خیلی تلاش بکنن، به خاطر اینکه یه آموزش درست که تاکتیکا رو یاد بدن، سیستما رو یاد بدن. همه مربی‌ها زحمت میکشن، ولی خب طبیعتا میان پایه نونهالان شروع میشه و سختی کار مربیان شروع میشه که این سختی ها شامل حال ما هم بود. خب خدا رو شکر ما همکارایی داشتم که خیلی تلاش کردیم و تونستیم بچه ها رو به یه وحدت تاکتیکی برسونیم و احتیاج به زمان داشت. اون زمان هم برای چند هفته طول کشید، چه بسا که ما اوایل هم بد کار نمی کردیم. اوایل یادتون باشه سطح داوریام یه ذره مشکل داشت، داورایی آوردن که جوون بودن، اون تجربه کافی رو نداشتن، یه عاملی هم اون باعث شد. ولی خب خدا رو شکر رفته کارهایی که با بچه‌ها کردیم اتفاقی که افتاد، شما آقای گل از تیم شما شد. بله. و نکته مثبت دوم این بود که شما امسال ارتقا پیدا کردید از رده نونهالان به رده نوجوانان، چیزی که فکر کنم ما توی اغلب باشگاه نمی‌بینیم. و اینجا میتونم یه تبریک بگم، ما هر مربی قهرمان شده سال بعدش تیم نداشته، ولی شما امسال موندید. حالا به باشگاه سایپا تبریک بگیم، به شما تبریک بگیم، یه اتفاق افتاد شما موندید. البته آقای خان محمدی هم موندن، اما شما دیگه درجا موندید و الان دارید کار انجام میدید. بچه‌هایی که اومدن پارسال خب ما زیاد تست گرفتیم و خب طبیعتاً چون ما پارسال هم پیارسالش میدونستیم که چه کارهایی باید بکنیم، چه سیستمی باید بازی بکنیم. نسبت به اون سیستم و نسبت به اون هدفی که داشتیم بازیکن انتخاب کردیم و بازم عرض میکنم همکارای خوبی داشتن، خیلی زحمت کشیدن، در کنار هم تونستیم که بچه ها رو موفق بکنیم. بعد این خب طبیعتاً کار کردن توی تیم بود که بچه هامون هم یه دل بودن، هم کار گروهی خوبی داشتیم. الان که نوجوانانیم از بچه های پیارسالمون که نونهالان بودن پیش ما بودن، اونا رو هم جذب کردیم و بچهای امسال هم جذب کردیم. حالا نسبت به اون چیزی که تفکری که بود، این انتخاب حاصل شد که خب طبیعتاً من تشکر میکنم از مسئولین سایپا، علل خصوص آقای محمدی که اومدن محبت کردن که این اتفاق بیفته. چه اتفاقی تو باشگاه سایپا میفته؟ باشگاهی که بازیکن سازه، با از پایه‌اش بازیکن نمیره بزرگا، 4 تا بازیکن یا 5 تا بازیکن از امید دادن بزرگا، جوانان هیچی ندادن. باید سرمایه‌گذاری کلام باشه. به هر حال من به مدیر عامل باشگاه دارم ایراد میگیرم. چرا باید یه همچین اتفاقی بیفته؟ باشگاه سایپا امکانات ضعیفی داشته باشه، زمینی که توش بازی میکنه، پرسپولیس فرار کرد از اون زمین.
سایپا وایس تو اون زمین بازی کنه. چرا؟ چون زمینه اصلا کیفیت نداره. شما یه بازیکن جوانانتون تو اون زمین داشت از دست میرفت. ما باشگاه سایپا رو با مقاومت مقایسه میکنیم، زمینش عوض شده. بله. با استقلال مقایسه میکنیم، ورزشگاه خوبی داره. با پرسپولیس مقایسه میکنیم، زمین خوبی داره. من عرض کنم خدمتتون، تیم‌های دولتی که بودن، استقلال امکاناتی فوق‌العاده ضعیف، اصلا کاری من با اون ندارم. ولی باشگاه سایپا نسبت به زیرساختی و سخت افزاری هم ضعیف بود. ما امسال خب آقای محمدی اومدن، به هر حال مدیر عامل باشگاه سایپا شدن، کسی که خودشون سابقه بازی جزء پیشکسوتای سایپا حساب میشه. اولین کاری که کردن، میگم اصلا ما اومدیم پیش ایشون که رفتیم صحبت کردیم، صحبتشون فقط این بود که آقا من بازیکن سازی میخوام، اصلا نتیجه برای من مهم نیست. درست. خب من میخوام شما برای بزرگا از پایه نونهالان به نوجوان، از نوجوانان به جوانان، از جوان، شما باید مثلا 1-2 ساله بازیکن تربیت کنید برای بزرگسالان. بعد اونی که شما فهمم بله درسته، ما امکاناتش هست، ولی به هر صورت ما باید واقعیت‌ها رو هم بگیم. اومدم که اینجا به هر حال واقعیت‌ها رو شما میگیم، ما میگم توی پایه‌های سایپا امسال، پارسال که گذشت، حالا در فصل گذشته همه امکانات البسته فراهم بود. حالا شاید کم و کسری بود، ولی کامل ما ملاژ تمرین داشتن، بچه‌ها گرمکن داشتن، اوور داشتن، یعنی همه چیزا رو، چند دست لباس تمرین، چند دست لباس بازی، همه اینا رو داشتن. ولی خب طبیعتا من همیشه صحبتم اینه، بهترین امکانات و همه باشگاه‌ها باید به پایه‌ها بدن. درست. چون آینده فوتبال این مملکت مال پایه هاست. هم که عرض می‌کردم، خب آقا محمدی که اومدن، اتفاقا قبل شما هم یه صحبتی داشتیم با یکی از دوستامون، اولین کار کردن که این زمین تمرین ما الان دارن، یه زمین هست به عنوان زمین سازگستر میگفتن، الان داره اونجا رو هماهنگ میکنن، فکر کنم یه ماه کامل بهره برداری هم برسه با همه امکاناتش. درست. بعد اومدن گفتن که آقا تیم سایپا نباید بره جای دیگه به عنوان اینکه بره نمیدونم زمین اجاره بکنه، باید زمین داشته باشه. خب این یه دیدگاه قدم مثبتی که آقای محمدی برداشت. بله، گفتم که عرض کردم خدمتتون، اون چون از دل خود فوتبال بوده، این ایشون راحت‌تر میتونن این کار بکنن که به هر حال قدم‌های مثبت هم بعدش ان شاءالله که به خیر خوشی هم باشه. این امکانات، عدم امکانات، این که با رده جوانان باشگاه سایپا پرداخته دریافتی نداشتن بازیکن. درست. این که تو رده امیدها دریافتی نداشتن، این یعنی ضعف. درست. خب این ضعفا رو داشته و اینکه امیدواریم امسال درست بشه. بعضی جاهای همونی که یه به هر حال کار اداری یا چیزایی که پیش میاد، این اتفاقا میفته. ولی من بازم قبول دارم، من همین که عرض کردم خدمتتون، پایه‌ها جزئی از مهمترین سرمایه باشگاه. بله، سرمایه همه تیم‌ها هست و خب ما هم که توی پایه‌ها کار می‌کنیم، همه مربی‌ها دوست داریم که بهترین امکانات مال پایه‌ها باشه، چون آینده فوتبال این مملکت دست همین عزیزاست. امسال شما اومدید رده نوجوانان و تو رده نونهالان رقیب فصل گذشته‌تون آقای امیری شدن سرمربی نونهالان. پارسال یه رقابت تنگی داشتید. درسته. تا هفته‌های پایانی برای قهرمانی شما قهرمان شدید، تیم پارسیان دوم شد. بله. و آقای امیری از این باشگاه جدا شد، اومد تو رده نونهالان. چه الان کنار هم هستید، چه اتفاق با هم شوخی میکنید، با هم صحبت میکنید که فصل گذشته چه اتفاقی افتاد، از این رقابت میگید یا نه؟ رقابت سالم باشه خیلی شیرین تره. و خب آقای امیری کارنامه‌ای که داشتن تو این 2 ساله که پارسیانو داشتن، خب کارنامه قابل قبولی بود. پارسال هم به قول شما نفس به نفس هم داشتیم می اومدیم و خب این فکر کنم سطح نونهالان شیرین تر کرد، یه استوری هم شما گذاشتید، استوری بله، جنجال به پا کرد سر اون بازی که بله، نصف نیمه لغو شد. اون یه ذره خب من طبیعتا هر کسی جای منم بود ناراحت میشد، چون ما تو کورس قهرمانی بودیم
2 تا 3 تا بازی مونده برای قهرمانی و خب طبیعتاً هیچ جای دنیا همچین اتفاق نمیفته که تیمی که توی کورس قهرمانیه با خب اول دوم جدوله بازی تعیین کننده است، 2 تا بازی مونده به 2 تا یا 3 تا مونده بود فکر کنم. شما هم به استقلال باختید. بله اون بازی ما 4 امتیاز اختلاف امتیاز داشتیم. بله. ما اون بازی بود که به هر صورت یه زمین استقلال هم بود. حالا به هر حال اتفاقات که افتاد و خب انتظار داشتیم که برای اختلاف یه همچین اتفاقی هم افتاد. بله همچین اتفاقی چجوری افتاد که یه روز بازی بکنم بعد نیمه دوم فردا شد. اصلا یه چیز فکر کنم اولین بار بود من توی دنیا فکر کنم اولین بار بود که این اتفاق افتاد و خب طبیعتاً چون ما حقمون هم بود که اعتراض بکنیم، حقمون هم بود که ناراحت بشیم، به خاطر همین و هیچ کس هم مقصر نبود آقای آورند. یعنی ما از هر کسی این پرسیدیم ببینین میگفت یا هیئت فوتبال یا پارسیان یا سایبان، هیچ کس مقصر نبود. نه مقصر باید یکی مقصر باشه. الان شما مقصر تعیین نشد دیگه. آره تعیین نشد، متأسفانه تعیین نشد، ولی خب طبیعتاً مقصر شما باید ببینی که اونی که برگزار کننده است به هر حال باید یه پاسخگو باشن که چجوری آخه میشه یه روز بازی بکنن یه روز دیگه.